همه انسان ها دارن یه جوری میرن به سمت این که با یه حیوان زندگی بکن. خود این یه موضوع جهانی و ممکن در وهله اول خب یه چیز امر طبیعی بیاد که کسی بخواد حیوان نگه داره. منم مخالفتی ندارم، فکر نکنید که، ولی یواش یواش میبینید که آقا همین موضوع میشه یه معضل بزرگی. یعنی آدما با آدما یه چیزی میاد بینشون، یه فاصله میندازه و این به خودی خود یه چیزی نیست که بگیم مشکل داره، ولی در عمل مشکل ساز خواهد شد. یعنی ما نمیتونیم اون هنر ارتباط خودمون با خودمون رو داشته باشیم و بتونیم چیزی حائلی ما بین ما نباشه.